فلکس هستم و به این ویدیو خوش اومدید. امروز قرار پکایی که توی ای فوتبال 26 اضافه شده به بازی رو تست کنیم. البته مارتینز مربی پرتغال رو تست نمی‌کنیم چون مال همونجوری هم که ای فوتبال زده مال ای فوتبال 2025 و قیمتش هم پایینه، چون که مربیایی که به ای فوتبال 26 اومدن قیمتشون رفته بالاتر و شده 750 تا کوین. و مسی و یامال هم داریم که اول از فابیو کاپلو شروع می‌کنیم. اولین بار که فابیو کاپلو در ای فوتبال اومده روی قابلیت لینک اپ داره و که روی DMF و CF و خوبیش نسبت به روبن آموریم اینه که توی روبن آموریم شما باید حتما مهاجم نوکی که داشتین فاکس این د باکس بود و مهاجمای کمی فاکس این د باکس هستن ولی برای فابیو کاپلو گل پوچره که اکثر مهاجمای نوک هم گل پوچر هستن و اینکه DMF باشه خیلی بهتره تا اینکه بخواد LMF با CF باشه. مربی هم میبینید که به کسایی که بوستر فینیشینگ دارن یه دونه اوورال و همینطور به کسایی که دیفنسیو آورنس دارن اونم یه دونه اوورال اضافه میکنن و سبکش هم اینه که دفاع یا هافبک دفاعیش با مهاجم لینک شده میاد پاس عمقو میفرسته برای مهاجممون و جوری که مهاجم تک به تک میشه و خیلی راحت میتونه گلش کنه. حالا من میام فابیو کاپلو رو با که قیمتش 750 تا کوینه میایم با روبن آموریمی که فقط با 3 تا بازی میتونستیم بگیریمش مقایسه میکنیم. روبن آموریم هم مثل فابیو کاپلو 2 تا بوستر داره و اونم 89 بازی میکنه، ولی سبک بازی که 89 بازی میکنه اوتو وایده، در صورتی که برای فابیو کاپلو لانگ بال کانتر و لانگ بال بوده که به بازیکن فورواردش کوچینگ افینیتی روی فوروارد پلیرزه و به کسایی که بوستر فیزیکال کانتکت و لفتت پاس دارن یه دونه اوورال اضافه میکنه که توی تیم من به ادگار داوید و اولیور کان یه دونه اوورال اضافه کردش و تاکتیکی که داره نسبت به فابیو کاپلو یه ذره ازش بدتره و فابیو کاپلو بهتر از روبن آموریم، چون که توی ما میخوایم روبن آموریم زیاد با ربات بازی میکنیم، ما بیشتر با حریفای واقعی بازی میکنه و حریفای واقعی نمیان دقیق چینششون این باشه، همیشه بی‌نظمی دارن، دقیق نمیان. یعنی ممکنه این اینجا باشه این اینجا باشه، خیلی ممکنه مدافع با هم نزدیک باشن و نتونیم پاس بدیم. این از شرایطو سخت میکنه، برای همین امتیاز این تاکتیکو میدم به فابیو کاپلو. اما اینکه ارزش خرید داره فابیو کاپلو یا نه اینو شما تو کامنت ها بنویسید، ولی نظر من اینه که ارزش خرید نداره، با اینکه تو اکثر چیزا از روبن آموریم سرتر بوده، اما به نظر من با توجه به قیمت زیادی که داره برای خریدن زیاد به نظر من خوب نیست. باز شما نظر خودتون میتونید تو کامنت ها بنویسید و همینطورم که گفتم فقط بازیکن فاکس این د باکس ترکیب من درویبا هستش با هالند و گل پوچرهای من اکثرشون گل پوچرن، مثلا گیوکرش هم گل پوچره، داوید ویا گل پوچره دیگه، امباپه هم فکر کنم امباپه هم گل پوچره، وینیسیوس هم فکر کنم گل پوچر باشه. بله وینیسیوس هم گل پوچر، اکثر مهاجمای من گل پوچرن و این فابیو کاپلو برای اینکه مهاجمی که میخواد گل پوچر باشه خیلی بهتره نسبت به روبن آموریم، چون مهاجمی که روبن آموریم میخواد حتما باید فاکس این د باکس باشه و مهاجمان خیلی کمی فاکس این د باکس هستن. حالا بخش فابیو کاپلو میایم بیرون و میریم سراغ پک هایی که تو ای فوتبال 25 هم اومدن که اونا هم همین قیمت بودن 1800 تا، ولی اونا قوی ترینشون مسی بود که اوورالش میشد 105 و نیمار هم فکر کنم 103 یا 104 میشد، اما اینجا لیونل مسی فکر کنم بشه 102 یا 103، یامال هم همینطوره. باز بین اگر خواستید لیونل مسی یا لمی یامال بینشون یه دونه بازیکن بگیرید، من نظرم لمی یاماله که تو ادامه ویدیو بهتون میگم چرا. لیونل مسی
خودش که با لامین یامال اوراش یکیه، جفتشون هم یه مجسمه دارن، لباسایی که دارن یه ذره فرق داره، پرچم لیونل مسی داره که اونورم یامال پرچم خودشو داره و بازیکنان که همراهش داره دی بروینه است، قوی ترینشون محمد صلاح دیگه، لواندوفسکی، یاسین بونو، مودریچ و بقیه بازیکنان که دیگه اوورالشون خیلی میاد پایین و قوی ترین بازیکنش محمد صلاح که اوورالش میشه 100. اما چرا میگن لامین یامال رو بگیرید؟ چون لامین یامال دریبلینگ و سرعتش هم یه ذره از مسی بهتره. بازیکنایی هم که همراهش تو پکش داره مثل پدری که قوی ترینشه نسبت به محمد صلاح قوی ترن و نظر من اگر خواستیم بین این دوتا بازیکنی حتما بگیریم لامین یامال بگیریم، اما نظر من اصلا بین این دوتا نگیریم و بیایم با 1800 تا که میشه دوتا 900 تایی یا یه دونه برای پک فرانک رایکارد و لوارتو مارتینز و نیکو بارلا و مارکو ون باستن یه 900 تاشو برای این بزنید، یه 900 تاشو واسه اپیک ایتالیا، یا اصلا برای این پک نزنید و دوتاش هم بزنید برای پک ایتالیا، چون فعلا تو ای فوتبال قوی ترین مدافع فابیو کاناوارو هستش که اوورالش میشه 107 و این خیلی خوبه، قشنگ دفاع رو براتون میبنده. ولی اگر خواستید اون پکو بزنید به نظر من دوتا 900 تا تون نزنید و بجاش یه دونه 900 تا بزنید، یه دونه 900 تا برای این شاید حداقل فابیو کاناوارو رو یا حداقل الکساندر دی پیرو که مهاجم خیلی خوبیه، تمام کننده یه بالایی داره رو بگیرید. بچه‌ها مرسی که تا آخر ویدیو رو همراه با من بودید. لایک و ساب فراموش نشه و اگر میخواین از اخبار فوتبال با خبر بشین توی چنل تلگرام ما که همین لینکش روی صفحه میاد عضو بشید و تا یه ویدیو دیگه فعلا.